وقت بخیر. گروه طالبان مسلح در یک ماه گذشته 134 فرد ملکی را شهید و 342 تن دیگر را مجروح کردند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله میگوید طالبان در این مدت 16 حمله انتحاری و 168 انفجار ماین انجام دادند. رئیس جمهور غنی ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، پاکستان و شمار دیگر از کشورها از توافق بر طرزالعمل میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کردند. لوید ریسیز اردوی آمریکا گفته است فیصله خروج و یا ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان کار حکومت آینده آن کشور می باشد و افزوده است اکنون تصمیم بر این است که شمار نیروها به 2500 تن کاهش یابد. مقامات از ساخت 41 سردخانه سبزیجات و 8 کشمشخانه در پکتیکا خبر می‌دهند. مسئولین در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند هزینه ساخت این پروژه ها بیش از 34 میلیون افغانی شده است. و در 24 ساعت گذشته 276 واقعه جدید ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. وزارت صحت عامه میگوید در این مدت 19 تن جانهایشان را از اثر این بیماری از دست دادند.